یه قصه جامی در هفت و رنگش داره. میگه که یکی وارد شهری شد، غریبه بود، با کسی آشنا نبود، از دار دنیای خر داشت. در ورودی این شهر هم خرشو گم کرد. هرچی گشت پیدا نکرد و جستجو کرد که خرشو پیدا کنه، دید مردم شهر نیستن، رفت و آمدی نمیدید، تا اینکه در این جستجوش به مسجد جامع شهر رسید. مسجد جامع محل تجمع مردم بوده، به خاطر همین بهش میگن جامع. میره اونجا میبینه چه قلقله‌ایه، همه مردم شهر توی این مسجد نشستن و شیخ هم داره سخنرانی میکنه و خطبه میگه برای مردم. میگه اینجا جای خوبیه. میگه شیخ مثلا ببخشید من غریبم، خرمو گم کردم، شما اینجا همه هستن، اعلام کنید هر کی خر منو پیدا کرد به من برسونه. شیخ میگه خب بشین من صحبتام تموم شه. باشه. میشینه و شیخ هم از ماجراهای مختلف صحبت میکرده، در بحث عشق کلامش ادامه پیدا میکنه و در ادامه لحظه سکوت میکنه. میگه در مردم، افرادی که توی این مسجد هستن، مردم شهر، کسی هست که عاشق نشده باشه؟ یکی از ته مجلس، همیشه یکی از ته مجلس بلند میشه، یکی از ته مجلس دست بلند کرد که شیخ من عاشق نشدم تا حالا. شیخ گفت که غریبه، خرت را یافتم، بگیر و برو. این حکمت جذاب و طنزآمیزی هم داره. در واقع اینجا تئوری که جامی میخواد به عنوان یک عارف بیان کنه اینه که عشق اگر در وجود نباشه آدم نیستی. آدم بودن به عاشق بودنه. مولانا نفرین میکنه اگه عاشق نباشی الهی که بمیری، مثلا به سینه میکوبه. بیت مشهوریه در نینامه، میگه که آتش است این بانگ و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. هر که این آتش نداره الهی نیست بشه. حالا این آتش چیه؟ میگه آتش عشق است کاندر نی فتاد. جوشش عشق است کاندر می فتاد. پس اون آتشی که اگر در وجود تو نیست، الهی که اصلا نباشی، عشقه. حالا که این ماجرا رو تا اینجا کشیدیم، حرف حافظ رو هم بگیم. بله حتما. گفتیم مولانا میگه اگه عاشق نیستی الهی بمیری، جامی میگه اگه عاشق نیستی آدم نیستی، و حافظ میگه اگه عاشق نیستی اصلا زنده نیستی. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. نماز میت بخونید. من فتوا میدم اگر کسی عاشق نیست، به عشق زنده نیست، من فتوا میدم که نماز بخونید بهش، یعنی مرده حسابش کنید. او زندگی نداره. ببینید عشق چقدر زیربناییه در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ شعرمون و فرهنگ البته عرفانی.